به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما اولیای گرامی. در این جلسه با عنوان علل مشکلات رفتاری کودکان و تعدادی راهکار در این زمینه در خدمت شما خواهم بود. قبل از شروع جلسه، والدین و بچه‌های عزیز برای حفظ سلامت خود و دیگران حتما ماسک بزنید و نکات بهداشتی لازم را رعایت کنید. از عللی که میتوان اشاره کرد، ساختار ژنتیک، محیط خانواده و محیط پیرامون میباشد. هر کودک ساختار ژنتیکی منحصر به فردی را به ارث میبرد. کودکان علاوه بر خصوصیت ظاهری مثل رنگ چشمها و مو، ممکن است خلق و خوی خود را نیز از والدینشان به ارث ببرند. بعضی از کودکان اجتماعی‌تر و برونگراتر هستند و عده دیگر فعالتر بوده و دائما در حال حرکت و فعالیت هستند و درجاتی از بیش‌فعالی دارند و نسبت به بقیه به تغییرات ناگهانی محیط واکنش‌های هیجانی بیشتری نشان می‌دهند. خلق و خوی فرد در 2 سال اول زندگی می‌تواند پیش درآمد بروز مشکلات رفتاری در آینده باشد. البته نکته مهمی باید به خاطر داشت و این هست که کودکان زیر 1 ساله که کنترل رفتار آنها مشکل است، لزوما در آینده مشکل رفتاری نخواهند داشت. واضح است مسائل دیگری هم وجود دارند که باید در نظر گرفته شوند. شاید یکی از مهمترین عوامل محیط خانواده باشد. ما به عنوان والدین نمیتوانیم ساختار ژنتیکی کودک را تغییر بدهیم، اما میتوانیم روی محیط خانواده کنترل هایی داشته باشیم. بسیار از مسائل مهمی که در خانواده اتفاق میافتد میتواند موجب ایجاد مشکلات رفتاری در بچه ها بشود. اینکه چگونه کودکان از محیطشان مسائل مختلف را میآموزند کمک بسیاری به درک رفتارهای آنها میکند. بسیار از مشکلات رفتاری در کودکان به خاطر رفتارهای 2 جانبه و لحظه به لحظه‌ای و روزمره‌ای که بین کودک و والدین و یا بین کودک و خواهر و برادرانشان هست اتفاق می‌افتد. دلایل مختلفی مؤثر هست که یکی از این دلایل در خانواده توسط والدین این هست که تشویق‌های اتفاقی و بدون برنامه‌ریزی دارند. تشویق بدون برنامه‌ریزی قبلی یعنی به بچه‌ای که در حال بدرفتاری و بی‌ادبی است چیزی برای ساکت شدن و دست کشیدن از رفتار بد به او بدهیم. مثلا برای بچه‌ای که در طول مدت خرید در حال نق زدن است اسباب بازی بدهیم، یا به بچه‌ای که دائما مزاحم پدر و مادر است چیزی بدهیم تا ساکت شود. وقتی کودک اینجوری به نتیجه میرسد باز هم این رفتار را تکرار می‌کند. توجه کردن بی‌موقع یکی از تشویق‌های بدون برنامه‌ریزی هستش. مثلا اگر کودک کاری را انجام می‌دهد و ما بهش لبخند بزنیم یا بخندیم، ممکن است فکر کند که کارش جالب بوده و ما از کار او خوشمان آمده است. چیزی که ما باید به آن توجه کنیم، باید ببینیم که آیا این رفتار کودک که ناپسند است غیر عمدی و ناخواسته است یا عمدی هستش. یکی دیگه از علل پیشروی تا به دام افتادن هست. در این موقعیت بچه چیزی را میخواهد و یاد گرفته وقتی چیزی را میخواهد و به او بی‌توجهی میشه صدای خود را بالا ببرد و روی خواسته خود پافشاری کند و آنقدر داد بزند تا جایی که والدین آشفته و عصبانی بشوند و بهش بگن بیا بگیر، فقط ساکت شو. حالا کودک در اینجا یاد گرفته که وقتی چیزی را می‌خواهد و به دست نمی‌آورد شدیدتر برخورد کند تا آن را بگیرد و والدین حتی هم بعضی اوقات از این شیوه استفاده می‌کنند. مثلا وقتی که مادری از بچه خود می‌خواهد تلویزیون را خاموش کند و به حمام برود و بچه به حرف مادر گوش ندهد، مادر صدای خود را بالا می‌برد و حتی تهدید می‌کند و در این موقع واقعا مادر عصبانی می شود. بچه ها به حرف او گوش می دهند. مادر در این موقعیت می آموزد که تنها راهی که می تواند به کار ببرد تا بچه ها با آن همکاری کنند این هست که سرشان داد بزند. از دلایل دیگه بی‌توجهی به رفتار پسندیده هستش. بچه ها می توانند بدرفتاری را بیاموزند، چرا که وقتی رفتار درست می کنند والدین به آنها توجه کافی ندارند.
قدرت فراگیری بچه‌ها بسیار بالاست و خیلی زود رفتار اطرافیان را دنبال می‌کنند. همچنین مشاهده رفتار دیگران هم خیلی مهم است. بچه با مشاهده رفتار دیگران چیزهای زیادی در مورد دنیای اطراف و رفتارها می‌آموزند. بنابراین یک کودک ممکن است بیاموزد که تنها راهی که می‌تواند توجه دیگران را به خود جلب کند یا موجب بروز واکنش در والدین بشه این هست که رفتارهای بد خودش را تشدید کند. برای مثال اگر کودکی دائما در خانه صدای فریاد پدر و مادر خودش را میشنود که کارهای خود را بدین صورت پیش میبرند، چه میآموزد؟ خب بچه میآموزد که این شیوه مؤثر هست و میتواند این روش را برای پیشبرد مسائل خود به کار ببرد. به همین جهت است که شما معمولا در خانواده‌ای که بزرگترها بیشتر با داد و فریاد با هم صحبت میکنند و کارهایشان را پیش میبرند میبینیم که بچه‌ها هم اینطور رفتار میکنند. از علل دیگر میتوان به دستور دادن زیاد اشاره کرد. نحوه دستور دادن ما به بچه‌ها میتوان نقش مهمی در رفتارهای آنها داشته باشد. به طور مثال ممکن است گاهی به بچه‌ها زیاد دستور بدهیم. وقتی ما به کودک دستور میدهیم برای او یک موقعیت انتخاب ایجاد میکنیم، اینکه به دستور ما گوش بده و همکاری کنه یا گوش ندهد و نافرمانی کند. وقتی به بچه‌ها دستورات زیادی می‌دهید، به همان نسبت زمینه‌های بد رفتاری و نافرمانی آنها را فراهم می‌کنید. کم دستور دادن و سخت دستور دادن هم نقش مهمی دارد. کم دستور دادن هم می‌تواند مشکلاتی برای بچه‌ها ایجاد کنه. برای مثال اگر به کودک خود دستورالعمل کافی در زمینه عبور از خیابان را نیاموزیم، او نمی‌تونه به راحتی و بی خطر از خیابان عبور کند. همچنین ما با سخت‌تر کردن دستورالعمل‌ها سطح توقعات ما را از بچه‌ها بالا میبریم و برای مثال توقع زیادی هست که از یک کودک 3 ساله انتظار داشته باشیم تا یک اتاق به هم ریخته را بدون کمک کسی مرتب کند. دستور دادن در زمان نامناسب. دلیل دیگه‌ای که با بچه‌ها درگیر می‌شویم این هست که زمان نامناسبی به آنها دستور می‌دهیم. مثلا اگر کودک غرق تماشای برنامه مورد علاقه تلویزیون خود است، زمان مناسبی نیست که از او بخواهیم کاری را انجام دهد و به احتمال زیاد دچار مشکل خواهیم شد. دستورات مبهم. ممکن است دستورات ما خیلی مبهم باشه. وقتی دستوراتی را به طور مهم یا به صورت خواهش به کودک انتقال می‌دهیم، کودک متوجه نمی‌شود کاری که دارد انجام می‌دهد درست است یا نه. مثلا اگر بگویید عزیزم دوست دارید برید حمام، این عبارت به نوعی درخواست از کودک است. بنابراین باید آمادگی اینو داشته باشی که کودک بگه نه ممنونم. زبان غیر کلامی. گاهی اوقات ما با حرکاتمان پیامی را میرسانیم که با دستور شفاهی که میخواهیم هماهنگی ندارد. برای مثال اگر در حالی که از کودک میخواهیم کاری را انجام بدهد به او بخندیم و یا به بچه‌ای که در حال نافرمانی است با خنده دستوری بدهیم، او معنی این دستور را نخواهد فهمید. همچنین کودکان دستوراتی را که از فاصله دور به آنها داده می شود کمتر اطاعت می کنند. مثلا وقتی از یک سوی اتاق به کودک که در گوشه دیگر سرگرم بازی است دستور بدهیم، کمتر این دستورات و تذکرات ترتیب اثر می دهد. پیام‌های احساسی به این معنا که ما بیاییم خود کودک را به عنوان مشکل در نظر بگیریم، نه رفتارش را. لقب بد دادن، ناسزا گفتن با ایجاد احساس گناه در کودکان می‌تواند سبب آزردگی یا ناسازگاری آنها بشود. تنبیه بی اثر. یکی از مهمترین علل بدرفتاری کودک نحوه تنبیه و کنترل والدین هست. این نکته بسیار مهمی هست و والدین باید کاملا رعایت کنند. تنبیه هایی که عملی نمی شوند. تهدید به تنبیه و عمل نکردن به آن یک مشکل عمده هست. اگر دستورات والدین بدون مشخص کردن پیامدهای لازم مربوطه باشد، کودکان می آموزند که می توانند به دستورات توجه نکنند. همچنین تنبیه در حالت عصبانیت مشکل ساز است. در این شرایط همیشه احتمال از دست دادن کنترل و آسیب رساندن به کودک وجود دارد. چون تنبیه ممکن است یک نوع پاسخ در شرایط بحرانی باشد. گاهی والدین صبر می‌کنند و زمانی به رفتار کودک عکس‌العمل نشان می‌دهند که حرکات او غیر قابل تحمل شده و در این زمان احتمال بروز واکنش بیش از حد وجود دارد.
تنبیه به صورت گاه و بیگاه، قوانینی که پیگیری نمی‌شوند و تضاد در رفتار والدین و وقتی اینکه واکنش‌های والدین گاه و بیگاه و غیر قابل پیش بینی است، کنترل رفتار کودک را مشکل‌تر خواهد کرد. باورها و انتظارات. ما باید اعتقاد داشته باشیم که باورها و رفتارها و توقعات ما از کودکان بر نحوه تربیت ما تأثیرگذار است. وقتی والدین مشکلات کودک را طبیعی فرض می‌کنند و برخورد مناسبی با آن را ندارند، اصلاح این مشکلات در آینده سخت خواهد بود. همچنین اگه ما باور داشته باشیم که رفتار بچه عمدی است، این تصور ممکنه باعث بشه ما عصبانی بشیم و در جایی که باید آروم باشیم برخورد شدید بکنیم. اینکه والدین هم بیان بگن ما والدین بدی هستیم و به حرفام نتونستم عمل کنم و مقصرم، اینم ممکنه باعث ایجاد احساس گناه و افسردگی در والدین شود و طبیعی است که در این صورت نتونن با کودک خود برخورد آرام و با حوصله داشته باشند. ما باید باور داشته باشیم کودکان به محیطی گرم و با محبت احتیاج دارند، اما برخی کودکان به هر حال در شرایطی پر از تنش رشد می‌کنند و قرار گرفتن کودک در چنین شرایطی خیلی تلخ و دلخراش است و این قطعاً روی رفتار کودک تأثیر دارد. روحیات والدین هم روی رفتار کودکان تأثیر داره. اگر مادری احساس افسردگی، خستگی، عصبانیت، اضطراب یا درماندگی داشته باشد، براش خیلی سخت خواهد بود که در تربیت فرزندش آرام و صبور باشد. کنترل و مراقبت کودک سخت و خونسرد و قاطع برخورد کردن دشوار می شود. استرس هم یکی از عوامل می باشد. استرس بخشی از زندگی هر روز ماست. همه ما گاهی با مشکلاتی در زندگی روزمره روبرو می شویم، اما رفتار ما با کودک باید ثابت باشد و استرس این را به هم می زند. کودکان به رفتار ثابت نیاز دارند. استرس مانع حفظ رفتار ثابت می شود. اگر شما مشکلات جدی یا طولانی مدت روحی، اضطرابی یا ارتباطی دارید، بهتر است با متخصص مشورت کنید. تمام رفتارهای کودکان تأثیر گرفته از محیط خانواده نیست و والدین نباید خود را به خاطر تمام رفتارهای کودکان سرزنش کنند. علاوه بر عوامل محیط خانواده، تأثیر محیط خارج از خانواده نیز در مشکلات رفتاری مؤثر هست. دوستان و همسالان، مدرسه، رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی. ارتباط کودک با دوستان و مشکلاتی که با درس و مدرسه و همچنین آنچه از رسانه می‌بیند، می‌خواند و می‌شنود نیز مؤثر است. ما به عنوان والدین می‌توانیم روی آنچه کودک می‌بیند و می‌خواند و می‌شنود نظارت داشته باشیم. یکی از تکنیک‌های اصلاح رفتار در این زمینه بی‌توجهی ارادی میباشد. وقتی کودک رفتار بد اما نه چندان مهمی را انجام می‌دهد، به طور ارادی به او بی‌توجهی کنید. این روش خصوصاً وقتی که پدر یا مادر احساس می‌کند کودک به خاطر جلب توجه این کار را انجام می‌دهد مفید است. مثل وقتی که بچه شکلک در می‌آورد یا صدای عجیب غریب در می‌آورد، مؤثر است. رفتارهای زیادی از این قبیل هستند که بهترین راه برخورد با آنها بی‌توجهی است. در بی‌توجهی باید مراقب باشید، با کودک حرف نزنید، نگاهش نکنید، خود را آماده کنید تا وقتی رفتارش را ادامه می‌دهد با او صحبت نکنید و توجهی نداشته باشید و واکنشی نشان ندهید. به محض اینکه کودک رفتار درست را انجام داد، به او توجه کنید و تشویقش کنید. به خاطر داشته باشید که ممکن است کودک به جای رفتار مناسب بدتر رفتار کند، ولی باید همچنان بی‌توجه بوده و مقاومت کنید. نهایتاً کودک در می‌یابد که این رفتار واکنشی از سوی شما در پی نخواهد داشت. دستورات آرام و واضح نیز یکی از اصلاحات در این زمینه میباشد. نحوه دستور دادن ما میتواند تعیین کننده همکاری یا عدم همکاری کودک باشد. از همین روی نکات زیادی میتواند به شما در مؤثر بودن دستوراتتان کمک کند. در صورت امکان تا زمان مناسب صبر کنید، مثلا تا وقتی که کودک کاری را تمام کند. این امکان همکاری را افزایش میدهد. اینکه دستورات را به آرامی و واضح گفته بدهید مهم است و وقتی دستوری را میدهید انجام آن را پیگیری کنید. وقتی میخواهید کودکتان کاری را انجام دهد، از مراحل زیر پیروی کنید. اینکه خودتان کارتان را متوقف کنید، نزدیک کودک بروید، تا سطح چشمای او خم شوید،
اسمش را بگویید، دستور را دقیق بیان کنید. حدود 5 ثانیه بهش فرصت بدهید تا همکاری کند. دور نشوید و کودک را نگاه کنید. در صورت انجام دستور تشویقش کنید. از تکنیک ها یا راهکارهای دیگر در اصلاح مشکلات رفتار کودکان به خلوت کردن می توان اشاره کرد. خلوت کردن یک روش کوتاه و مفیده تا به کودکان بیاموزیم رفتار صحیح را انجام دهد. وقتی کودک به تذکرات بی‌توجهی می کند و مقاومت دارد و کارش را ادامه می دهد، می توانیم وسیله‌ای را که عامل مزاحمت بوده از او بگیریم و در گوشه‌ای بگیم بنشیند. می توانیم از بچه‌های بزرگتر بخوایم 2 دقیقه مثلا روی زمین یا روی صندلی در محل مشخص شده بشیند، یا مثلا برای کودک 18 ماه به بعد میتونیم از تخت خوابش برای خلوت کردن استفاده کنیم. وقتی رفتار بدی میبینید سریع وارد عمل شوید. پیش کودک بروید و توجهش را جلب کنید. دقیقاً به او بگویید که چه کند. اگر همکاری کرد تشویقش کنید. اگر بدرفتاری او ادامه داشت به او بگویید که چه اشتباهی کرده و نتیجه آن چی خواهد بود. همچنین در خلوت کردن باید حواستون باشه که به اعتراضاتش توجه نکنید، جر و بحث نکنید، زمان مشخصی را در نظر بگیرید و پس از اون زمان مشخص شده میتواند کودک به سراغ فعالیتش برود. اگر رفتار خوبی داشت تشویقش کنید. خلوت کردن کوتاه مدت موثرتر از بلند مدت است. برای کودک 2 ساله 1 دقیقه خوبه، برای کودک 3 تا 5 ساله 2 دقیقه و نهایتاً 5 دقیقه برای کودک 5 تا 10 ساله کافی است. به خاطر داشته باشید یکی از راهکارهای دیگه بعد از خلوت کردن اگر نتوانستیم رفتار کودک را اصلاح کنیم میتوانیم از اخراج استفاده کنیم. زمانی که در این حالت یعنی کودک رو به مدتی کوتاه از محلی که مشکل در آن به وجود آمده جدا کنیم. مخصوصا اخراج کردن برای رفتارهایی که مانند قشقرق کردن و یا رفتارهای جدی‌تری که به دیگران آسیب میرساند میتواند یک شیوه سازنده و مؤثر باشد. حواسمون باید باشه که محل اخراج باید سرگرم کننده نباشه، امن و روشن باشه، هوای مناسب داشته باشه و از قبل آماده شده باشه. اگر از حمام استفاده میکنید وسایل خطرناک را بردارید. در اخراج سریع وارد عمل شوید. پیش کودک بروید، توجهش را جلب کنید، به او بگویید که رفتارش را قطع کند، رفتار درست را برایش بازگو کنید. اگر همکاری کرد تشویقش کنید. به کودک بگویید که چه کار اشتباهی کرده، بعد پیامد آن چی هست و آرام ولی جدی باشید و اگر لازم بود خودتان کودک را بلند کرده و به محل اخراج ببرید. وقتی کودک اخراج میشه قوانین را برای او بازگو کنید که باید به مدت 2 دقیقه آرام باشه تا بتونه بیاد بیرون و همچنین میتوانید در را باز بگذارید. شما باید برای داد و فریاد او خود را آماده کنید و بهش توجه نکنید، چون اگر توجه کنید ممکنه بازم کارش را ادامه بده. بعد از زمان اخراج دیگر درباره اتفاقی که افتاده صحبت نکنید. برای کودک سرگرمی فراهم کنید و اگر رفتار خوبی داشت تشویقش کنید. در صورت لزوم اخراج را تکرار کنید. وقتی از اخراج استفاده می کنید باید به تعداد دفعات و زمانی که طول می کشد تا کودک آرام شود توجه کنید و یادداشتش کنید. باید در طول 2 هفته اول تعداد دفعات اخراج کاهش پیدا کند. مثلا اگر روز اول کودک 4 تا 5 بار اخراج شد باید در پایان هفته اول نیاز کمتری برای اخراج او باشد. اگر بعد از 2 هفته استفاده از این روش همچنان مشکل ادامه داشت بهتر است با متخصص مشورت کنید. در این جلسه ما علل رفتارها و راهکارهایی را خدمت شما ارائه کردیم و امیدوارم با تیزبینی و دقت در زمینه مسائل رفتار کودکانتان اقدامات لازم را انجام بدهید. با آرزوی رهایی از کرونا ویروس و آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه شما عزیزان،
شیدا مندومی، مشاور آموزشگاه استثنایی باغچبان مریوان، استان کردستان. شما را به خدای بزرگ میسپارم.